چرا افرادی که دلشون میخواد دخترشن یا افرادی که دلشون میخواد پسرشن توی این چند سال خیلی زیاد شده؟ یکی از دلایلش این باشه که جوونا از اون چیزی که هستن دارن لذت نمیبرن، میخوام برن جنس مخالف امتحان کنن. یا شاید من پسرم دارم لذت نمیبرم از زندگی ما. این لذت هر چیزی میتونه باشه. یه برم شاید دختر بودن امتحان کنم، شاید دخترم بیشتر لذت میبرن از زندگی، یا برعکس دخترم بگم من چون دخترم لذت میبرم از زندگی نمیبرم، برم پسر بودن رو امتحان کنم، شاید بتونم لذت بیشتری ببرم از زندگی. اون لذت هم هر چیزی میتونه باشه. جامعه تر از ایرانه، ولی ما تو ایران تو 25 سالگی به تمام اون چیزایی که میتونیم برسیم و نمیتونیم برسیم برامون حل میشه. بعد از 25 سالگی دیگه یه آدم پخته میشیم که دیگه نه دنیا رو دیده نه آخرت، ولی دیگه همون بیشتر از اون نمیتونیم فعالیتی داشته باشیم. و شاید یه گزینه‌اش این باشه که آقا من اینجا نتونستم، شاید جای دیگه بتونم. یک سری عوامل یا پشت پرده یا هر چی دارن سعی میکنن یک سری چیزها رو به مردم عادی بقبولونن. یکیش این آزادی بیش از حد، یکیش نظر من، یکیش این که تو هر چیزی که بخوای میتونی باشی. از یه سنی توی ایران به خاطر همنشینی با یک سری افرادی که نباید، یا دیدن یک سری فیلم ها، دیدن یک سری اتفاقاتی که خیلی دیدار عادی میشه برای ما، مثل خیانت، مثل روابط احساسی، زن شوهردار، مرد زندار، اینا رو چون اینقدر میبینن براشون یه سری چیزا داره عادی میشه. ولی برای من دهه 60 70 یا دهه 60 70 یا دهه 60 70 برای ما هنوز عادی نیست اینجا و هنوز یه تابوئه. اینکه تو بخوای با زن شوهرداری ارتباط داشته باشی یا برعکس تو دختری هستی که بخوای با مرد زنداری ارتباط داشته، این تابوئاست که داره میشکنه. خب احساس من اینه که به خاطر همینه که اینجور افراد دارن زیاد میشن. یه سریاشون واقعا اینجوریانا، یه سریاشون واقعا مثلا اون حالت زنانگی رو دارن یا اون حالت مردانگی رو دارن. آره اونا واقعا طبیعیه. ولی این که من به خاطر اینکه یه دوست این مدلی دارم، این مشکل رو داره، این درد رو داره، حالا اسمش درد تو ایران میشه درد گذاشت، یا همه جای دنیا معمولا با ترنسفر بدن، چون تو مثلا اون مشکل اونجوری هستی و من میبینم که به تو یه حس دلسوزی دارن همه، میدونی هست. این یه واقعیت من دارم میگم، چون ترنسن یه حس دلسوزی، یه حس ترحم، اینکه اذیتشون نکنن، هستن کسایی که اینا رو اذیت میکنن، ولی خب بیشتر دلسوزیه. الان خیلی بهتر شد. کشور ما خب بیشتر اذیت میکنن، بیشتر مسخرهشون. نه تا چند سال پیش آره، ولی الان خیلی آزاد شده. یه تیکه میپرونه اذیتشون میکنه. اذیت میکنن، نمیگم نمیکنن، ولی اگه از 100 بگیری الان شده 40. خب این باعث میشه که منم بگم خب منم میتونم این اون حالتی باشم، خب که حس ترحم داشته باشم، حس محبت رو به من داشته باشم. چون ما یه جوری احساس میکنم داریم یک سری یه سری عقده ها داریم، همه ماها، همه انسان یه سری عقده ها دارن. این عقده ها چون انقدر داره زیاد میشه، احساس میکنم که من دلم میخواد یه هر جوری شده اون ترحم رو بکشم سمت خودم، اون توجه رو بکشم سمت خودم. حالا چه جوریه اینکه حالا نظر منه، شاید خیلی الان بیان بگن اشتباه میکنی، حالا پوش بدم به ما هر چی. آره ولی نظر من اینه که میان و اون حالتی میشن. حالا این فکر کردی ما تو این 20 سال گذشته اصلا اینقدر نداشتیم. الان تو خیابون میری فکر میکنم تو یه جمع 5 6 نفره دهه 80 یا 90 یکی دو تا هست اینجوری. شاید داشتیم در خفا بود، چون 100% اینقدر آزاد نبود، میترسیدن خودشون. 100% همینجوری. هم تو میشناسی هم تو میشناسی، هم من میشناسم مردهای سمبالایی که حالا آره خالص صداشون میکردن به خاطر اخلاقشون، به خاطر رفتارشون، 100% همینجوریه. ولی میگم اون موقع مثلا 100 تا یکی بود. پنهان تر بود. آره اونم به خاطر آبروش نمیومد چیزی نمیکرد. 100 تا یکی بود، 100 تا دو تا بود دیگه. خیلی دهه 80 یاد اولین عمل تغییر جنسیت تو ایران دهه 70 بود یا 80. آره مثلا اون اومد یهو همه جا ترکید که آقا مثلا یه آقای بوده خانم شده. ولی الان خیلی طبیعیه و من خورده نمیگیرم. من میگم باید هستن که آره بازیگرا هم هستن. آقای مازیار لرستانی الان تغییر جنسیت، اون آدم از دهه‌ای بزرگ شده بود که نمیشد دقیقاً مثلا ابراز کرد این جریان. به خاطر همین میگم اون موقع یه ذره کنترل می‌کردن فلان می‌کرد، ولی الان اینقدر آزاد شده اون مشکل داره واقعا. اون خودش اومد گفت در زندان تن اسیر بودم. ولی در کل احساس می‌کنم که زیادی از حده. یعنی گرایش به این موضوع داره زیاد میشه. آره خیلی میشه. من تو دهه 90 این بچه‌ها زیاد فیلم و سریال می‌بینن. آره. شما تو هر سریال نگاه کنی یک عنصر، یک عضوی از اون هست که یا همجنسگراه یا ترنس، یعنی همه اینا یا از آسیای شرق یک نفر هست تو هر سریال. آره. از وایکینگ، از سریال‌های جنگی، از نمیدونم وایکینگ ها، همشون که اینقدر تاپ 10 هستن
توشون هست. واقعیت یعنی این سرمایه گذاریه داره انجام میشه. حالا چه برداشتی دارن، چه سیاست گذاری دارن، یعنی میخوان رقم بزنن که این بچه حالا مثلا یک مشکل میتونه الان این گروه باشه BTS اینا باشن، این ناهنجاریا برای یک سری از بچه‌ها میتونه بزرگ باشه. مشکل اصلی اینه تا 18 سال مثلا 15 سال من به بلوغ نمیبینم، پسرها که تا 20 سال رو باید رد کنن. میگن تا 18 سال این بلوغه هنوز تشکیل نشده، نباید تا 18 سال به اون بچه بقبولونن یا بهش نشون بدن که آقا گی چیه، همجنسگرا چیه، فلان چیه. شاید خودش ببینه، شاید خودش تجربه کنه، اون حس توش ایجاد نشه که آقا منم بس هستم، منم پس میتونم همجنسگرا باشم، منم پس میتونم دختر باشم. اونی که مشکل داره از بطن تولد معلومه. به نظر من از بطن تولد مثلا یه پسری به دنیا میاد رفتار دخترانه داره، اون معلومه، یا یک دختر رفتار پسرانه داره، معلومه. یک سری از مشکلات که خیلی بزرگه اینی که یک آقا، یک خانومی از دهه قبل 60 یا 50 مشکلش مواجه شدن با یک فرد اینجوری نمیدونه چیکار کنه. من نمیدونم چیکار کنم. هم میخوام ازشون حمایت کنم از این سری از افرادی که واقعا این روند زندگیشون اینه و اولا که نمیتونم تشخیص بدم که اون فرد آیا داره ادا در میاره یا واقعا همچین چیزیه و نمیتونم بهش کمک کنم، نمیدونم باید یاد کنم. آره دیگه این فرهنگم توی ما نیست، یاد ندادن به ما که مثلا منظور از کمک کردن چی؟ شاید جا داره مسخره میشه، شاید جا داره ازش دزدی میشه به خاطر که نمیتونه از خودش دفاع کنه توی جمع، یا ازش سوء استفاده میشه. خب بخواد اینجوری حساب کنی این حالت رو ما میتونه باشه، از ما میشه دزدی کرد. نکن ما میتونیم توی جمع چون قشرشون خیلی کم رنگ‌تر از ما هست. حالا من مثلا این جامعه‌ای که مرد سالاریم دیگه، واقعا مرد سالاریم. منظور کلی‌تر بگم، منظورش اینه که سر کار نمیتونی بری جایی که خود دوست داری، ازدواج نمیتونی داشته باشی، اکثرا ازدواج ندارن، به رسمیت نمیشناسن. آره به رسمیت نمیشناسن اینا رو. مشکل اصلی اینجاست. وقتی که شما این حالت بهتون دست میده میرین مشاوره. بله. خب میرین مشاوره و مشاور اول بهتون با حرف و کلام و صحبت و اینا باهاتون صحبت میکنه. اگه ببینه نه شما وضعیتتون وخیم‌تره یا مثلا احساس خیلی بیشتر در شما، یک سری هورمون ها بهتون میده، یک سری داروها بهتون میده که ببینه تاثیرش رو بدنتون رو رفتارتون چجوریه. مرحله بعدی که من خیلی اینو قبول دارم اینه که به یک آقایی که دوست داره دختر بشه و یک دختری که دوست داره آقا بشه میگه که شما به مدت 1 سال قبل از عمل تغییر جنسیت، به مدت 1 سال، اگه اشتباه میکنم به من بگید، به مدت 1 سال یا 2 سال شما باید لباس دخترونه بپوشید، کاملا دخترونه رفتار کنید، توی محیط برید دیدگاه مردم بهتون که دیدگاهو ببینید. مثلا خانواده آیا قبول میکنه، پدر مادر قبول میکنه، دوست، رفیق، همسایه ها، اصلا محیط بیرون برات با این لباس آیا اوکی هست یا نه. بعد اونه که شما میرید تو تغییر جنسیت. یعنی اینجوری نیست که مثلا هر کی بیاد بگه آقا من میخوام تغییر جنسیت بدم، نه، یه پروسه چند ساله است که باید طی کنی. و به نظر من درست ترین حالتش اینه که اگه شما احساس کردی که یه همچین حالتی داری، بری مشاوره. به نظر من بهترین کار اینه که بری مشاوره. اونجا کامل به توضیح میدن که آیا تو واقعا یه همچین مشکلی داری یا نداری. یه بدیهی که میتونه وجود داشته باشه که اینها هیچ حامی ندارن. آره تو ایران که مثلا هیچ نهادی نیست که بخواد، چون این اتفاق هزینه بالایی داره. خب و بعد تبلیغی بالایی. خیلی از این اتفاقات که در قشر ضعیف جامعه میفته نمیتونه بره پیش روانپزشک یا مشاور. همین ابتدای کار براش مشکل. حالا عملها، داروها، اینا خودش هزینه داره. هیچ نهادی نیستش که بخواد حامی باشه، اسپانسر باشه، چون بالاخره افراد خیلی کمی، الان مثلا کودکان چیز هستن، اوتیسم هستن، بهزیستی هستش، خود العمل هستش، یا مثلا همین بیمه ها هستن که مثلا یک سری حامی‌هایی هستن، شاید بزرگتر باشه این قشر، ولی این قشر خیلی کم داره، هیچ حامی هم نداره. نه دیگه الان اوکیه که وقتی الان خانم لرستانی مثلا به آقای لرستانی هیچ قانونی هم وجود نداره، شناسنامه هم گرفته، بازم به قول مصطفی کم رنگه. آره ولی داره جا میفته. من میگم اون داره جا میفته. و حالا اگه شما فکر میکنید که نظرات ما اشتباهه یا نظر دیگه ای دارید، میتونید تو کامنت برام بنویسید. و اگه کسی هم هست از دوستان ترنس دوست داره که صحبت کنه، باشه مصاحبه، الان مصاحبه که نمیشه، گپ و گفت خیلی ضعیف دوستانه داشته باشیم، میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. اصلا مهم نیست چه داخل ایران باشه چه خارج از ایران باشه، اصلا مهم نیست به نظر من.
کاری از دست من در اینجا بر نمیاد. میسپارم به آقای زد. من خوشحال شدم. من خوشحال شدم. من خوشحال شدم. این آقا کلا خوشحال خوشحال شدم. بچه‌ای که اون پشت هستن خوشحال شدن، بچه‌ای که اون پشت هستن خوشحال. هیچ چیزی غیر ممکن نیست، تو خود غیر ممکن هم یک ممکن هست. نهفته است. همینطوری لایک، کامنت، سابسکرایب هم یادتون نره. شیر شیر دوغ ماست هم انجام بدید، حمایت کنید. همینطوری برو برو.